سلام، من پارسامر هستم. اینجا استودیوی اینجاست مدیاست، در خدمت. معمولا جاهایی که رفت و آمد زیاد هستش و یک کنشی داره اتفاق میفته، معمولا از رنگ‌های پرهیجان استفاده میشه. اولین سوالی که واسه استارتاپ‌ها پیش میاد اینه که چه رنگی در لوگوشون یا حالا کسب و کارشون استفاده کنن و چه تأثیری بر تبلیغات اون کسب و کار داره. یک سری رنگ‌ها ناخودآگاه کنش دارن و این تو حوزه سینما، حوزه تصویر اصلا داریم در مورد تبلیغ صحبت میکنیم. توی تبلیغ به شدت ملموس و اصلا ازش نمیشه گذشت. یک بادکنک انتهای فیلم رها میشه و نشان از کشته شدن صاحب بادکنک. ذهن ما ناخودآگاه تو فیلم سیاه‌سفید اون بادکنک رو قرمز میبینه. کارشناس عزیزمون سیاوش محسنی، کارشناس امور سینمایی اینجاست مدیا، در خدمت شما دوستان هستیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز و بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم. چه رنگی در لوگوشون یا حالا کسب و کارشون استفاده کنن و چه تأثیری بر تبلیغات اون کسب و کار داره؟ ابتدای امر باید بگم که مبحث بسیار گسترده‌ایه. فکر نمی‌کنم زمان ما، اگر بخوایم تخصصی در مورد این قضیه صحبت بکنیم، زمان ما کفایت بکنه. میتونم خیلی کوتاه بگم که کم از بحث تصویر نداره. ما اولین اتفاقی که توی حوزه تبلیغ داریم می‌بینیم خب تصویره. تصویر متشکل شده از یک سری عناصره. حالا ما میزان رو داریم، شخص رو داریم، آدمای مختلف رو داریم، بک‌گراندمون رو داریم. اولین چیزی که خب چشم ما میبینه قاعدتا رنگ میزانسن و اون اتفاقات، ولی چیزی که اینها رو به هم میچسبونه و مانند یک همون نخ تسبیح معروف کنار هم قرار میده برای چشم ما و تاثیرگذاری، میتونم بگم به جرئت چیزی جز رنگ نیست. 20 ثانیه تبلیغ پخش میشه، 10 ثانیه، 5 ثانیه. این 5 ثانیه باید تاثیرگذار باشه و چه چیزی میتونه تأثیر اینو بیشتر بکنه؟ خب 5 ثانیه من اتفاق عجیب غریبی نمیتونم از نظر میزانسنی پیاده بکنم. خب و اگر اینکه بیایم از عناصر حداقل ما در آن 5 ثانیه حد اکثرش رو استفاده بکنیم از یک سری اتفاقات که یکیش رنگه که ما الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم. خب سیاوش جان، الان راجع به تاثیرگذاری رنگ‌ها به مدت 5 ثانیه روی مخاطب و جذب شدن اون روی برند ما توضیح دادیم. میخوایم ببینیم اینجا چه اتفاقی افتاده. برای ما بیشتر بشکاف موضوع. خب حالا من به طور مثال گفتم 5 ثانیه، ولی باز بیراه نگفتم. تو 5 ثانیه میتونه این اتفاق رو پیاده بکنه. رنگ حاوی احساسات رو منتقل میکنه. خب ما توی تبلیغات میبینیم اکثرا رنگ‌های قرمز اگر بخوان یک کنشی رو ایجاد بکنن، خب میگه بحث روانیه. مغز ما این باور رو به وجود میاره که به اصطلاح چه واکنشی نسبت به اون رنگ نشون بده. رنگ زرد یک طوره، البته این نسبیه، خب برای بعضیا این اتفاق نمیفته، ولی ما یک حد اکثر رو داریم در نظر میگیریم و اون حد اکثره اون بحث علمی بوده که سالها مثلا خب تحقیق شده در مورد رنگ‌ها و تو حوزه رنگ شناسی ما اون حد اکثره رو در نظر میگیریم. به این صورت که با مثال میگم که سریع بخوایم جمعش بکنیم و برای مخاطبا زیاد اذیت کننده نباشه. فست فود چه رنگیه پدرام؟ بیشتر ما زرد دیدیم و حالت طلایی خب بحث سلطنتی و یه ذره به اصطلاح تشریفاتیش میکنه. زرد و درست گفتی. درست. خب ولی خب من کنارش یه رنگ دیگه میذارم، قرمز. چرا قرمزه؟ بیشتر تو فست فودا نماد سس و فکر میکنم اینجور مسائل باشه. خب حالا این میتونه نظر شخصیته، ولی به صورت علمی میخوایم به قضیه نگاه کنیم. فست فود، غذای سریع، قرمز این باور به وجود میاره که تو سریع توی رستوران غذاتو بخوری و وای نسی و بری. یه واقعیته. چرا از سس باشه؟ بریم یه بار دیگه.
خب حالا اگه پدرام جان یاد سس میفته، خب حالا اونو کاری نمیشه که نظر شخصیشه، ولی به صورت کلی عرض میکنم که معمولا جاهایی که رفت و آمد زیاد هستش و یک کنشی داره اتفاق میفته، معمولا از رنگ‌های پرهیجان استفاده میشه. اینا میتونه تلفیقی هم باشه، یعنی کنار زرد خب یا مثلا سیاه کنار قرمز، یک اتفاق رنگیه که شما نمیتونی زیاد اونجا وایسی. یا تو حوزه مثلا همین تبلیغات تلویزیونی بستنی رو دست یک نفر توی جمعیتی که تقریبا بک سفیدی دارن نشون بدیم، خب قاعدتا اون کسی که بستنی دستشه نمیتونه هم رنگ هم جماعت باشه، هم به اصطلاح بک‌گراند سفیدشون. درست. چیکار باید بکنیم؟ این همون قرمز است که ما تو حوزه سینما هم خیلی عجیب ازش استفاده میکنن و خیلی معروفه. ما یه فیلمی داریم به اسم، اگر اشتباه نکنم، فیلم سیاه‌سفیده. درست. یک بادکنک رها میشه و نشان از کشته شدن صاحب بادکنکه. ذهن ما ناخودآگاه تو فیلم سیاه‌سفید اون بادکنک رو قرمز میبینه. اگر فیلم رنگی باشه چیزی جز این رنگ نمیتونه این پیام رو برسونه. حالا امیدوارم که منظورم رو رسونده باشم. خب کلی دارم میگم، اون فردی که این بستنی رو توی این بک‌گراند، تو اون به اصطلاح فضای سفید رنگ داره، میتونه پیرهن قرمز داشته باشه که سریع نگاه رو جلب کنه به خودش. شما ناخودآگاه چشمتون مابقی رو نخواهد دید و اون فرد رو میبینه. تو سینما خیلی از این رنگ استفاده میشه برای یه سری مقاصدی که بخوان تأکید بکنن روی سری اتفاقات، از قرمز استفاده میکنن. حالا من مثال اون فیلم قدیمی فکر کنم مال 1930 اگه اشتباه نکنم، این مثالو که زدم به خاطر این بود که به اصطلاح ببینیم که ذهن ما چقدر میتونه حتی تو فضای سیاه‌سفید رنگو تشخیص بده. این از این مطلب. حالا یه نکته دیگه هم بود، رنگ ها کنار همدیگه چه اتفاقی میفته. همون زردی که عرض کردم خدمتتون، ترکیب رنگ مثلا زرد با قرمز باز این فضا رو تشدید میکنه، خب که این جنب و جوش، این جوشیدنه باید اتفاق بیفته. خب حالا دقیقاً برعکس اینا، آبی چه حسی رو بهت میده پدرام؟ آبی خب آرامش بخشه به نظر من. این تقریبا اولین که جمله یا کلمه‌ایه که از شاید 95%، 96%، 97% از مردم بپرسیم ببخشید این جوابو میدن. از تایم گذشته پدرام جان، حالا میخندی ولی الان تقریبا ساعت 2:30 3 دیگه واقعا انرژی برای من نمونده. من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیزمون که یه ذره صدای من کم انرژیه. حالا ایشالله که بحثه بکشه، ولی حالا صدای ما رو به بزرگواری خودتون ببخشید. خب سیاوش جان، نکته پیشنهادی شما که مثمر ثمره برای افرادی که کسب و کار تازه و نوپای دارن، استارتاپن، حالا به قول رنگی که انرژی داره، رنگی که بتونه سریع اون کنش و اون جوشش رو پیاده بکنه. این تأثیر رو ما توی بحث مبحث فیلم میتونیم توی فیلم فهرست شیندلر به وضوح ببینیم. حالا دوستانی که دیدن مطمئناً با من هم عقیده هستن. یه سکانس خیلی معروفی داره که دوستان اگر فیلمو دیده باشن مطمئناً نمیتونن این سکانس رو فراموش کنن و اون دختر قرمز پوشی که شیندلر از بالای تپه ها بهش نگاه میکنه. میخوام اینو بگم پدرام جان، اگر پیراهن یا لباس اون دختر قرمز نبود چه اتفاقی میافتاد؟ خب مطمئناً تأثیری که الان گذاشته بعد از سالیان سالی که این فیلم گذشت، حالا اسکارایی که گرفته و اینا، میخوام بگم تأثیری نداشت اگر پیراهنش قرمز نبود. تو فیلم بادکنک اینو ما داریم، تو پرواز بادکنک اینو داریم، اون کودکی که بادکنک قرمز، اگر قرمز نبود این اتفاق نمیافتاد. این کنشه اینجا اتفاق میفته که میگم حالا یه سری جاها البته بازم میگم نسبیه، ولی رو 90% میتونیم روی این قضیه مانور بدیم که یک سری رنگا ناخودآگاه کنش دارن و این تو حوزه سینما، حوزه تصویر، اصلا داریم در مورد تبلیغ صحبت میکنیم، توی تبلیغ به شدت ملموس و
قابل لمسه و اصلا ازش نمیشه گذشت. حالا خب سایر رنگ ها هم هست. زرد رو داریم که اگر بخوایم مثلا تو فیلم های تارانتینو خیلی از جاها استفاده میکنه، بخواد از اخطار استفاده بکنه. رنگ آبی خب همونطور که خودت گفتی بحث آرامش، البته بازم میگم نسبیه. خب ما تو حوزه تبلیغ داریم صحبت میکنیم، کوکاکولا چه رنگیه؟ حالا ما داریم اسم میبریم، حالا دیگه قرمزه. خب همینجوری قرمز نشده که. یا پپسی آبیه. اون بحث نسبی که مطرح کردم اینه، آبی همیشه رنگ آرامش نیست. از چه توناژی داره استفاده میکنه. آبی سایان داریم، آبی خب رنگ‌های مختلف، حالا ما میگیم آسمانی، حالا آبی کروس داریم، و چیزهای مختلف داریم، حالا همون اقیانوسی، و هر کدوم اینا معنی خاصی میده. مثال میزنیم پپسی میاد از یک توناژ رنگ خاص استفاده میکنه. این آبی سایانی نیست که من آرامش بده، خود یک هیجانی هم توی اون آبی هستش. خب که باز دوباره قضیه رو تبلیغاتی تر میکنه و بحث کنش رو بیشتر مطرح میکنه. یه نکته‌ای هم هستش در مورد اینکه خب پس بقیه رنگاش حتما باید به اصطلاح جیغ استفاده، حتما باید کنش داشته باشه تبلیغ. نه، بعضی از مغازه‌ها برای اینکه بخوان لوکس‌تر بکنن اتفاقا از رنگ طلایی که گفتی استفاده میکنن. طلایی و مشکی یه اتفاقی تقریبا میتونه فضای سلطنتی به آدم بده. بیشتر مبل‌ها، اون مبلمانی که حالا توی سری میبینیم، معمولاً میرن سمت رنگ هایی که مجللن، مثل رنگ های ما میتونیم تو اینجا مثلا یک نوع سبز رو داریم، از یک توناژ سبز استفاده میکنن، از یک توناژ خاص زرشکی استفاده میکنن، طلایی و مشکی. اینا ترکیب فضای سلطنتی هن. خب ما قطارهای مختلفی هم داریم حالا که از این تم رنگی دارن استفاده میکنن. تو دیزاین های داخلشون، حالا چه اتوبوس بخواد باشه، هواپیما بخواد باشه، چه قطار باشه، از فضای رنگ آبی بخواد استفاده کنه، فضاییه که بخواد به آرامش مسافرش بده. تو همین حوزه‌ای که به اصطلاح گفتم مثلا مبلمان، برای اینکه شما بتونی اون مجلل بودن اتفاقو پیاده کنی، مطمئنا از صورتی نمیتونی استفاده کنی، مطمئنا از یه سری رنگای سبز خانواده سبز نمیتونی، باید اون همون سبز به اصطلاح سلطنتی که نزدیک به اصطلاح همون کله قاضی که مثلا ما مثال میزنیم، نزدیک اون رنگاست که میتونه به اصطلاح این فضای سلطنتی رو ایجاد بکنه توی مخاطب. و این مبحث رو اینجوری جمعش بکنیم که تأثیر رنگ بر ذهن ما، چه توی همون 5 ثانیه‌ای که گفتیم، چه تو حوزه نقاشی، چه تو حوزه شهری که ما به اصطلاح ما داریم میریم تبلیغات بیلبوردها داریم میبینیم، به شدت تأثیرگذاره. من فکر میکنم تنها کشوری که توی رنگ‌های شاد حرف اولو میزنه فکر میکنم ژاپن و کره باشن، چون فیلمایی که ازشون ما ببینیم تو میبینی چقدر از رنگ استفاده میکنن. و این تو فرهنگشونه. خب حتی تو سینماشون هم میتونیم، تو تبلیغاتشون هم میتونیم ببینیم. خب یه فیلمسازی داره ژان گیمو که خیلی از رنگ استفاده میکنه و وقتی فیلماشو که میبینیم انگار داریم به یه تابلو نقاشی. من بچه بودم این فیلمو نگاه میکردم، خانه خنجرهای پران، یا مثلا میتونیم فیلم های دیگه یا قهرمان هیرو، اصلا دنیایی از رنگ و پدرام اونجا میبینیم. خیلی عجیبه، تمام لباسای اینا رنگی و انگار داری بگه تابلو نقاشی. من همیشه اون وقت به استادم گفتم اینا چرا اینقدر رنگ دارن؟ خب بعدن حالا کاشف عمل اومد فیلمساز نقاش بوده، خب و اشراف داشته رو حوزه رنگ و میدونسته چه جوری استفاده کنه. و حالا اون فیلمو ببینی، خانه خنجرهای پران، چه جوری داره از رنگ استفاده میکنه برای اینکه قصه رو جلو ببره. حالا درسته اون سینماست، ولی اگر بخوایم حوزه تصویر بدونیم که داریم ما در مورد تبلیغات صحبت میکنیم، میبینیم که چقدر تاثیرگذاره. این همون میزان سینماست، این همون به اصطلاح قاب سینماست، همون اتفاقات چیدمان و چیزایی که به اصطلاح استفاده میشه، ولی میاد چقدر عجیب از رنگ استفاده میکنه برای اینکه حرفشو بزنه. این جذب مخاطبم به شدت. خب که همین الان دیدی چجوری گفتی، میگی سینمای شرق، ژاپن یا کره، به خصوص که این به اصطلاح چیزه، چقدر از رنگ تو پوششون دارن استفاده میکنن.
این فضای تبلیغاتی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم که رنگ چه تأثیراتی میتونه توی تبلیغات بذاره، عرض کردم برای چندمین بار دارم عرض میکنم، نسبیه. کشورهای مختلف فرهنگ‌های مختلف دارن. ما دنیای رنگ رو توی هند داریم، دنیای رنگ رو توی شرق داریم. هر چقدر بیشتر سمت غرب میریم یک مقدار این رنگ‌ها کاهش پیدا میکنه. خب ما تقریبا توی کشورهای حالا عربی خب زیاد از فضای رنگی استفاده نمیشه توی معماری شهری، توی فضای، ولی توی تبلیغ باز میبینی از همین پارامترها، از همین آلترناتیوها که همون 95% بود گفتم که ذهن ما داره به اون سمت میره استفاده میکنه. رنگی که میون کلامت حالا توی ایران تشنه اون دیدنشه و مخاطب رو جذب میکنه، بیشتر چه رنگیه؟ رنگ خاصی داریم یا نه؟ خب ما هم کشوری هستیم که یه خب تاریخ غنی و پررنگی رو داریم. خب این کلمه رو فکر کنم به جا بود، پررنگ، هم به خاطر حالا قدمتی که از نظر تاریخی داریم و هم از رنگ. ما خب که کشوری هستیم که تو معماریمون به خصوص توی از گچبریامون بگیرید تا مثلا کاشیکاریامون خب آثارش کاملا موجوده و دنیایی از رنگ رو میبینیم. خب کشوری هستیم که غریبه با رنگ نیستیم، میشناسیمش، از همه اونا استفاده کردیم. مثلا رنگ بنفش، ما بنفش رو اوایلش نداشتیم، بعداً اضافه شد بنفش، ولی خب ما تو کشورمون خب خانوم‌های به اصطلاح حالا میتونیم بگیم ملکه‌های پادشاهان گذشته ما طبق آثاری که ازشون هست و گفت و در موردش گفته میشه از رنگ بنفش استفاده میکرده. خب ما همین تو غرب هم داریم. بنفش رنگ سلطنتیه و توی نقاشی ما از همین استفاده میکنیم. اگر بخوایم قدرت به این نفر بدیم توی میزانمون، توی تبلیغاتمون، معمولا میان رنگ بنفش. خیلی رنگ محکمیه، آبی داره، قرمز داره، یک ترکیبی از دو رنگیه که رنگ اصلیه. درست. خب یک بنفش قوی رو ایجاد میکنه. خب که این همیشه حالا تو همین حوزه به اصطلاح تصویر، کسی که قدرتمنده معمولا ما رنگ بنفش رو براش میبینیم. خب توی شرق از طلایی استفاده میشه، ولی بازم همین رفرنس میدم به فیلم که حالا فیلم هایی که ژان گیمو میسازه، یه فیلمی داره به اسم نفرین گل‌های طلایی. اصلا بازم تو اونجا عجیب شما رنگ میبینی و پادشاه طلایی، سفید، بنفش. درسته. سه رنگ، سفیدی که مثلا میخواد اون صلح و آرامش رو نشون بده توش، طلایی که نماد قدرت پادشاهه و بنفش نماد اقتدار این پادشاهه. خب به صورت هوشمندانه ما این رنگا رو میبینیم. فنجونایی که جلوشون گذاشته شده رنگ بنفش داره. این میتونه دقیقاً تو همین حوزه تبلیغات، برندسازی و طراحی لوگو، رنگایی که قدرتمندن بنفش استفاده میکنن، اثبات بکنن خودشونو، میخوان اقتدارشون رو نشون بدن، طلایی استفاده میکنن، از خانواده طلایی استفاده میکنن. حالا همون قضیه سس معروفی که گفتی و ما اینجا یه ذره خندیدیم، قرمز. خب خیلی از برندها رنگ قرمز، از انواع اقسام، میخوام اینو بگم، انواع اقسام رنگ ها استفاده میشه برای اینکه بیاد مفاهیمی رو به ما نشون بده. پس یعنی نکته بندی که میخوام بکنیم اینه که شما میگید که استارتاپ ها یا صاحبان کسب و کار هر نسبت به کالا و خدمات یا محصولاتی که میخوان ارائه بدن باید داخل برندشون یا رنگ بیزینسشون هم میتونه مرتبط باشه، خب هم میتونه یک راستای دورتری رو نگاه کنه. حرفتو قطع کردم. خب حالا خواستی به چی برسی که من اینو پریدم؟ من همین رو خواستم بگم و در انتها خواستم بگم استفاده الزامیه پس از رنگ‌های مرتبط با محصولاتشون و بیزینسشون. حتی برعکس اینم جواب داده، میگی مرتبط و بذاری بیاین تو صنایع غذایی. خب بنفش رو میبینیم، نارنجی رو میبینیم، خب رنگایی که گرمه. خب نارنجی یک گرمایی اون پشت، مطلق رنگ گرم نیست، یک گرمایی اون پشت داره. مثلا تو صنایع غذایی خب اون حس سالم بودن،
خب هم انرژی باید داشته باشه، هم مثلا فضایی که همون بحث سالم بودنه. خب بنفش اسخای میکنم نارنجی یه رنگیه که تقریبا اینو میتونه تو صنایع غذایی ما ببینیمش. زیاد طلایی رو نمیبینیم، چیز سلطنتی نیست. مثلا ماکارونی چرا باید طلایی باشه؟ خب ولی تو ماکارونی آبی رو میبینیم تو یه سری از برندها. آره سبز سلامت، میخواد سلامت رو نشون بده از طیف های مختلف. خب ما همین الان مثلا خب خود کنسرو و خیلی چیزا رو ببینیم، تو این حالا اسم برند ایرانی داریم میشه اسم برندش رو نمیاریم، ولی خب تو شما سبز رو میبینید اونجا. خب میخواد نشان سلامت و اون حس سلامت رو به ما بده. خب این همون 95 خورده درصد است که اتفاقی میفته. خب معمولا توی صنایع غذایی معمولا ما قرمز رو نمیبینیم، اون انرژی و شتاب نیاز نیست. من توی حوزه سلامت غذا آرامش رو میخوام، زرد، نارنجی، شاید بریم سمت سلامت سبز، خب شاید بریم سمت اوکر که اونم یه ذره رنگ تقریبا بین یه ذره نارنجی رو یواش بکنیم بریم سمت اوکر. یه همچین رنگ هایی که یه ذره ما رو آرامش بیشتری به ما بده. خب این سمته. حالا سمت اتفاق مثلا چیزهای ورزشی، حالا برندهای ورزشی شما رنگا رو شدیدتر میبینید. خب همین الان تو ذهنتون بیارید انواع برندها رو، چه خارجی چه حالا به اصطلاح داخلی، رنگ‌های تند رو می‌بینیم. خب اسپورته. برعکس میایم می‌خوایم کت شلوار رو تبلیغ بکنیم. خب قاعدتاً برند کت شلوار نمیتونه قرمز باشه. بازم میگم نسبی ها، ولی مطلقاً نمیتونه این اتفاق بیفته. قرمز میره کدوم سمت؟ رنگی که سنگین‌تر باشه. از یه قهوه‌ای و طلایی میتونیم استفاده بکنیم، از یه بادمجونی رنگ میتونیم استفاده بکنیم. خب همین الان که من دارم میگم حالا مخاطبای عزیزمونم مطمئنا تو ذهنشون دارن میچینن که حالا اسم برند نمیارن، ولی تمام برندها رو که دقیقاً تو کت شلوار این رنگا هستن. خب یه نخودی داریم ما، خب که بخواد مثلا اون فضای صلابت، اقتدار. خب کت شلوار چیزی نیست که من باش بگیرم بخوابم که آرامش داشته باشم و نمیدونم فلان، میخواد اقتدار رو نشون بده. حالا بیایم همین اتفاق رو ما توی فضای مجازی که گفتی، کسایی که دارن میبینن ما رو توی فضای مجازی بیایم پیگیری بکنیم. حالا اکسپلور، تو فضای اکسپلور نکته خوبی اشاره کردیم، مثل این اینستاگرام. آره فوری طرف تاچ میکنه، میزنه، میره پست ها رو سریع میبینه، چه پستی به نظر خودت بیشتر جلب توجه من نظرش رو جلب میکنه. همین دقیقاً نکته همینجاست. توی فضا همون اکسپلور که شما داری نگاه میکنی، فرض کن اصلا نمیخوای فوکوس بکنی روی هر کدوم از اون مربع و همون پست هایی که هست، شما فرض کن داری ورق میزنی، چشم شما ناخودآگاه به یک رنگ معطوف میشه و حالا ما بهش بگیم فوکوس میکنه. اون کدوم رنگه؟ بیایم رنگا رو، دوربین من اینه، البته ایتنه. حالا همینجا من عرض میکنم خدمت دوستان، حالا اونایی که دانشجو نقاشی هستن یا هر اتفاقی، حالا به خصوص حوزه نقاشی، ایشون عمرشون رو گذاشتن پای رنگ و یه کتاب مرجع خیلی عجیب و دوست داشتنیه و تمام اتفاقات رنگ رو شما میتونید توی این کتاب، و یه ذره نایاب شده ولی با یه سری جستجوها میتونید پیداش بکنیم. این رنگایی که ما اینجا داریم تو هم فضای اکسپلور، شما وقتی میزنی بالا، همینجوری ورق میزنی و به سمت بالا میری، ناخودآگاه چشم شما جلب یک رنگ میشه و این همون رنگیه که به اصطلاح به صورت پیش‌فرض ذهن شما فوکوس میکشه روش. قرمز، یکی از اونا رنگش قرمز باشه، ناخودآگاه چه شما اونو میبینه تو بین این همه پست که داری ورق میزنی. دقیقاً کنارش بنفش، قرمز، چه بدونم آبی، طیفای مختلف بالا پایین. اولین رنگی که چشم شما میبینه و بهش معطوف میشه مطمئناً قرمزه. خب به خاطر کنشی که داره. پس ببینید چه تأثیری میتونه توی فضا داشته باشه. این فضا میتونه بحث لوگو باشه، بحث خود اون انتخاب بک‌گراندی که حالا دوستان دارن استفاده و همه چیز، تا حالا اون میزانسنی که دوستان دارن استفاده میکنن میتونه داشته باشه. این در جواب شما
که میتونه رنگ چه تأثیری داشته باشه، که من میگم که تو اون فضا که شما داری ورق میزنی ناخودآگاه شما اون رنگ قرمز رو دنبال میکنه که به سمت بالا میره، دست شما نیست، مغز شما اون رو انتخابش میکنه. این اتفاق میفته. در خصوص بحث حقوق مادی و معنوی حالا رنگ ها و لوگوها چه پیشنهادی داری شما؟ یه ذره پدرام جان بازش کن، متوجه نمیشم. خب بیشتر برندها که ثبت میشن بیشتر با نماد رنگ ها و یا حتی ممکنه فقط رنگ داخل یک نمادی باشه، برای اینکه حالا مشکلی پیش نیاد برای شخص کارآفرین یا کارفرما، نیاز هست این رنگ ها و این آیتم هایی که شما فرمودید ثبت کنن، حقوقی که متعلق به شخص خود اون برند، شخص خود اون اگر کارفرما. طرف، من اینجوری دارم متوجه میشم، اگر طرف یک لوگویی رو طراحی میکنه، یک شرکتی رو میزنه به ثبت میرسونه، خود اون رنگه فکر نمیکنم چیز باشه که مثلا بگیم که یک بار حقوقی داره. من تا الان اگر من دارم بعد متوجه میشم من راهنمایی بکنم. سوالی که دوستان اینجا من دارم میخونم خدمتتون میگم بیشتر سوالای تکراری بود، حالا بر بحث حقوق مادی و معنویه. حالا پرسیدن که نیاز هست به این ثبت این رنگ ها و لوگو رو خب داره، خب چرا، خب اگه بحث لوگو به اصطلاح طراحی اون شکل خب داره ثبت میرسونه، ولی اگه بحث که آیا اون رنگ نیاز، من دارم اینجوری متوجه شدم، شاید شما متوجه شدم که خود اون رنگ نیاز داشته من فکر نمی‌کنم، ولی اینکه خب لوگو رو طرف بخواد ثبت کنه قاعدتا ما باید ثبت بکنه دیگه. خب ما تقریبا داریم از رنگ‌های، تقریبا دارم میگم بازم نسبیه، حالا دوستان فردا پیام ندن که مثلا آقا این به اصطلاح 100% شما گفتید، نه من دارم میگم نسبیه، که درصد 90 خورده درصد دارم صحبت میکنم. شما رنگ سبز رو تو صدها برند داری میبینی، قرمز رو تو صدها برند داری شما میبینی. خب این بستگی به چی داره؟ بستگی به خود محصول داره. حالا خود دوستانی که شرکت زدن، برند رو تولید کردن، حالا برند رو طراحی کردن، انتخاب کردن این رنگو. خب یه قرمزی که من از همون قرمز یا از همون به اصطلاح نارنجی فلانجا هم داریم می‌بینیم، نه خب قرار نیست باشه که مثلا بگیم که خب چون اون شرکت نارنجیه من نداشته باشم، نه اصلا ممکن است اون محصول غذایی باشه نارنجیه، این برند یه ماشین نارنجیه که داریم، خب بک‌گراند فلان ماشین نارنجیه، داخلی نیست، یاد سایپا نیفتید. خب یه برند خارجی نارنجیه، خب تو محصولات غذایی هم ما داریم که خب نارنجیه، ولی خب باز خب بستگی داره به اون هارمونی و به اصطلاح اتفاقات فرمی که از نظر طراحی داره استفاده میشه. خب خود اونا بازم میگم بحث بسیار پیچیده‌ایه. خود همون اتفاقات مثلا فرمی که از بک‌گراند نارنجی استفاده شده هم میتونه تأثیر بذاره. استفاده از مثلث، دایره، مربع و هر شکلی که داره، خب تمام اینا معنی و مفهوم جداگونه ای داره. خب که اینا خودش میتونه حتی خود اون رنگ رو تحت تاثیر قرار بده. یه سوالی رو چند وقت پیش پرسیده بودن، آیا قرمز میتونه اون کنش همیشگی رو نداشته باشه؟ بله. شما از فرم سفید استفاده کن روش، حالا به شکل‌های مختلف اونو خنثی میکنی. حالا بحث اینا خود یه بحث اصلا عجیب غریبیه که خود اون فرما چه تأثیری میذاره که دیگه تقریبا وارد حوزه گرافیک میشه. من تخصص چیزی ندارم، ولی خب تو بحث نقاشی بسیار بسیار استفاده میشه. از دیرباز داشتیم تا کنون تو نقاشی مدرن، توی نقاشی اکسپرسیونیستی داشتیم، حتی تو اکسپرسیونیست انتزاعی داشتیم که فرم چه تأثیری گذاشته. از امپرسیونیستا بگیر تا حتی مدرنای امروز، نقاشی مدرن امروز که انتزاعی رو بخوایم مثلا مثال بزنیم، فرم حرف اول داره میزنه، ولی خب ما باز دوباره تو بک‌گراند فرض بکنیم ما اون بنفش رو داریم، اون لباس رو داریم، ولی به اصطلاح طراحی که کرده خب و اون کمپوزیسیون که توی نقاشی استفاده شده اومده قدرت بنفش رو گرفته، اومده قدرت اضطراب و استرس و شاید حالا بگیم افسردگی زرد رو گرفته. استفاده از چیه؟ فرم، از فرمی که داره روی اون نقاشی، یا حتی میتونه تو همین حوزه به اصطلاح طراحی لوگو اومدن با اشکال خب خنثی کردن رنگو. همون قدرت و کنش قرمز رو داریم ولی آوردیمش پایین. استفاده از دایره به جا، استفاده از مربع به جا، و میتونیم حتی تشدیدش هم بکنیم. قرمز یک مثلث زرد وسط،
کاملا اخطاری. خب این تو لوگو، تو برندسازی میبینیم که چقدر تأثیر داره میذاره. خب و بازم من میگم کتاب ایتن بسیار بسیار عجیب در مورد این قضایا صحبت کرده. بنفش با قرمز، قرمز با فلان، چه مقدار این رنگ، چه و بسیار بسیار کتاب راهگشاییه. کسایی که میخوان، حالا تو حوزه گرافیک هستن و به خصوص بچه‌هایی که نقاشی میخونن یا حتی دوستانی که به اصطلاح تو حوزه سینما فعالیت میکنن، نه تنها این کتاب، حالا من دارم میگم چون بالاخره تقریبا میتونم بگم 170 صفحه دایره المعارفه، 170 صفحه شسته تمام کرده. 35-40 سال عمر آقای یوهانس ایتن گذاشته شده برای اینکه بیاد تو 170 صفحه همه چی رو ما توضیح بده و به نفع احسن این کارو کرده. حالا من به دوستان سفارش میکنم که تهیه بکنن، هر جا هست میتونه بسیار راهگشا باشه. حالا من سوالات اینجوری که پدرام جان من دارم میبینم داری ورق میزنی، مخاطبان زیاد هست ولی آره. من اون مطالعه که میکنم اکثر سوالات شما تو صحبتات جواب دادی. اگر نکته پایانی هستش که مهمه و ضروریه برای دوستان که بفرمایید این برنامه رو ما به انتها برسونیم و نتیجه گیری کنیم. عرض کردم مبحث رنگ مبحث بسیار بسیار گسترده‌ایه و اینکه بیاد باعث پیشرفت برند شما بشه، پیشرفت اتفاقی شما میخواید پیاده بکنید بشه، بسیار بسیار تاثیرگذاره و باید مطالعه بشه و باید شناخته بشه. ما نمیتونیم همینجوری و سرسری ازش بگذریم. خب و پیشنهاد من اینه که با فکر توی این حوزه قدم بذارن و یه ذره تعمق بکنن. دوستانی که اول کار هستن میخوان بگن که مثلا ما اومدیم این شرکت رو زدیم، حالا بحث نوپا بودن، حالا شرکتایی که مثلا بزرگی و خب اونا خب کارشناسای خودشونو دارن و خب بالاخره یه اتاق فکری هست و خب خیلی قوی جلو میرن چون اشراف روی این حوزه دارن. ولی جوون، دوستایی که جوون هستن و میخوان حالا من با کشور خودم کار دارم، با کشورم ایران کار دارم که میخوان وارد این به اصطلاح حوزه کسب و کار بشن تو فضای مجازی، تأکید میکنم که رنگو بشناسن و بسیار بسیار میتونه تأثیرگذار باشه، خیلی بیشتر از اون چیزی که ما توی این 7-8 دقیقه 10 دقیقه به صورت کلی صحبت کردیم. کم و زیاد گفتم، من عذرخواهی میکنم، مبحث فراتر از این حرف هاست و توی این چند دقیقه جمع نمیشه. حالا امیدوارم که من یه جمع‌بندی کاملی کرده باشم و بتونم راهنمایی بکنم، ولی بیشتر من دارم ارجاع میدم، فلش میدم، یعنی سرفصل بیشتر صحبت کردم، ارجاع میدم که حوزه قابل تعمقیه و نمیشه ازش به این راحتی بگذریم. خب تشکر ویژه میکنم از شما سیاوش جان، قربونت خیلی برم. زحمت کشیدی، توضیحاتتون خیلی کامل و مفید بود. خب به پایان این سری از قسمت مجموعه اینجاست مدیا رسیدیم. سیاوش جان زحمت کشیدن و در خصوص رنگ ها و تاثیرگذاری اون داخل برند ها به ما توضیحات لازم رو ارائه دادن. همونجور که سیاوش جون گفت خیلی به دلیل ضیق وقت جمع‌بندی شده و سرفصل‌وار ما توضیحات رو ارائه کردیم. امیدواریم که از این برنامه ما لذت برده باشید. اگر سوالی دارید برای ما حتما تو کامنت هامون بذارید، ما بهتون پاسخ میدیم و در برنامه بعدی که سیاوش رو ما دعوت کردیم حتما پاسخ اونا رو برای شما پخش خواهیم کرد. خب سیاوش جان خوشحال میشم که قربونت، دستتون در نکنه. فکر کنم دیگه باید بریم خونه‌مون دیگه، خیلی دیر وقت شده، از تایم گذشته. امیدوارم که صحبتایی که کردیم به درد دوستان بخوره. من فکر کنم تو یک حوزه دیگه در خدمتتون باشم، حوزه سینماست. خداحافظ.